این داستان نقشه اختاپوس. یک روز آفتابی و زیبا در بیکینی باتم، باب اسفنجی با انرژی از خانه بیرون پرید و فریاد زد: چه روز فوق‌العاده‌ای! من آمادم برای شروع یک روز خوب. باب اسفنجی به سمت خونه پاتریک رفت تا باهاش کلی خوش بگذرونن، اما همین که پاتریک در رو باز کرد قیافش خیلی نگران بود و به باب اسفنجی زل زده بود. باب اسفنجی با تعجب گفت: پاتریک، چی شده؟ چرا قیافت مثل خیارشور ترش شده است؟ پاتریک نگاهی نگران انداخت و آهی کشید. اوه باب اسفنجی، حس میکنم امروز قراره یه اتفاق خیلی بد بیفته. باب اسفنجی خندید و گفت: ولی امروز که خورشید قشنگ میتابه، دریا آبیه، حتی عروسای دریایی دارن با شادی شنا میکنن، چرا باید اتفاق بدی بیفته؟ پاتریک سرش رو تکون داد و گفت: نمیدونم، ولی دیشب خواب دیدم که روی یه بستنی سر میخورم، بعد یه نارگیل از آسمون میفته رو سرم و بعدشم یه صدف گرسنه پیتزای منو میدزده. این یعنی امروز یه روز وحشتناک میشه. باب اسفنجی خندید و گفت: پاتریک، این فقط یه خوابه، بیا بریم تفریح کنیم و این فکرهای بد و دور بریز. اما تو همون لحظه اختاپوس داشت به حرفاشون گوش میداد. اختاپوس با یه خنده گفت: این دوتا نباید خوشحال باشن، باید ذهنشون رو پر از فکرهای منفی بکنن. اختاپوس به خونش برگشت و دستگاه ابر بدبینی رو روشن کرد. ابرهای خاکستری پر از فکرهای منفی درست بالای سر باب اسفنجی و پاتریک ظاهر شدن. پاتریک نگرانتر شد. آه نه، حس میکنم یه ماهی بزرگ قراره از آسمون بیفته روم. باب اسفنجی هم اخم کرد. نمیدونم چرا، ولی یه حسی به هم میگه امروز همبرگرهای من قراره بسوزن. اما باب اسفنجی فکری کرد. باب اسفنجی به اطرافش نگاه کرد و گفت: پاتریک، ما نباید بذاریم این فکرهای منفی روزمون رو خراب کنه. باب اسفنجی 2 بادکنک برداشت. روی یکی نوشت: امروز قراره بهترین روز دنیا باشه، و روی دومی نوشت: من توی درست کردن همبرگر عالیم. اون بادکنک ها رو گرفت و گفت: پاتریک، ما باید فکرهای خوب رو جایگزین فکرهای بد بکنیم. پاتریک با تردید یکی از بادکنک ها رو گرفت و گفت: ولی اگه یه نارگیل از آسمون بیفته چی؟ باب اسفنجی خندید و گفت: خب اون موقع میتونیم باهاش یه دسر خوشمزه درست کنیم. پاتریک زد زیر خنده و گفت: درسته، پس بیا بیشتر بادکنک درست کنیم. اونها شروع کردن به نوشتن کلی فکر مثبت روی بادکنک ها. امروز قراره یه دوست جدید پیدا کنم. زندگی پر از خوشحالی های کوچیکه. هر مشکلی یه راه حلی داره. من توی بازی عروس دریایی قهرمان میشم. اونها بادکنک ها رو به آسمون فرستادن. ابر خاکستری کم کم ناپدید شد و خورشید دوباره درخشید. اختاپوس که این صحنه رو دید با عصبانیت فریاد زد: نه، اینا چطور تونستن نقشه منو خراب کنن؟ باب اسفنجی و پاتریک کنار ساحل نشستند و شروع کردن به نوشتن لیستی از بهترین اتفاقات هفته گذشتهشون. پاتریک نوشت: این هفته بستنی مجانی گیرم اومد. باب اسفنجی هم نوشت: یه مشتری به من گفت بهترین آشپز بیکینی باتنم. پاتریک هم نوشت: من و باب اسفنجی کلی خندیدیم. اونها به لیستشون نگاه کردند و گفتند: واو، این هفته پر از چیزای خوب بوده و ما حواسمون نبوده. اونها تصمیم گرفتن هر روز یه فکر مثبت رو روی کارتای کوچیک بنویسن و توی یک جعبه جادویی نگه دارن تا همیشه یادشون باشه که زندگی پر از اتفاقات خوبه. اختاپوس که دیگه نمیتونست این خوشحالی رو تحمل کنه، دستاش رو تو هوا تکون داد و با غر زدن گفت: از این به بعد فقط ترومپت میزنم و با کسی حرف نمیزنم. باب اسفنجی بهش خندید و گفت: عالی اختاپوس، فقط یادت نره یه آهنگ شاد بزنی ها. اختاپوس که خیلی عصبانی شد رفت توی خونش. باب اسفنجی و پاتریک هم با خوشحالی از روز قشنگشون لذت بردند و فهمیدن که فکرهای مثبت بدبینی رو شکست میده. بچه‌های عزیزم،
گاهی وقتا فکرهای منفی ممکنه ذهن ما رو درگیر خودش بکنه. فکر کنیم که اتفاقات بدی قراره بیفته، ولی میتونیم با اتفاقات خوبی که برامون افتاده و با فکر کردن بهشون افکار مثبت رو توی ذهنمون جایگزینشون بکنیم و خیلی شادتر و موفقتر زندگی بکنیم.